عشقای اژدهای آتشی با یه سوژه تصادفی دیگه که ایرانیه میخواد بره پیش دوستاشون، میخوام برسنمش پیش دوستاشون. دارم توضیح میدم که میخوام برسنم پیش دوستتون. بزن حله. یه ذره باسنتو بده عقب، با سینه بیاب رو کمر من که یهو چیز نشه، فهمیدی؟ نه بهش گفتم آروم نه دیگه مگه نرسیدی؟ بیا بریم دم اون کلابه پیاده کنیم این دوستشون هم بیاریم. باشه دیگه نرو دیگه. خوب میترسه. نمیخواد الان میرسیم الان نمیخواد. ولی اینجا پلیس وایساده یه ذره جلوتر، اون دست زیر یه ساختمونه است، پله میخوره میره پایین، اینجا هم تمام بار و چیزه. آره یه ذره جلوتره. دست شما در نکنه. بابا کیف لوازم مواظب باش. آروم آقا آروم می‌ترسید دیگه. نه این راننده حرفه‌ایه. جلو نمی‌رسید اینجا گرفته بودمش. بابا من دارید اینا رو گرفتم. نه اون قویه، اون منم که موتور سوار میشم این شکلیه. من تا اولین بارم بود دارم موتور سوار میشم. نباید سوار میشد وقتی اینجوری قرار نبود. من موزیک ناراحت شدم گناه زهرا دنده یک آقا فقط من پر کردم. یه دنده یک رفتم همین. بابا دروغ نمیگه بنده خدا. واسه دست باز کنم. ولی اون گناه داشت. من یکی بود می‌ترسم. بابا من نمی‌فهمیدم نصف حرفاشو چیه. وا. من دیدی تا کلا کاسکت نشه چرا آروم میرفتم. یه ذره گاز میدم دوباره. برای اینکه آروم رفتی من این شکستنی‌ها رو هم داشتم بعد من دستم اینجوری اینجا قفل کرده. مواظب باش. تازه تو این لیوانه امروز بود. من ندیده بودم این لیوانه.
اصلا خیلی من به تو بدم دستی که اینجا مفت کن. داد نزن. خوش. شما داری. این اینجا هم دارش. تو نداری. دوست نداشتی نه؟ داشت. میخنده داشت. بابا یه ذره اولین بارشه. آره دوست نداشتی؟ اون طبیعیه، اون آدرنالینه. چون ایران اصلا ممنوعه سوار نشد. تجربه کرد. شمالی‌ها سوار نمی‌شی. پلیس بایسته. فکر ما دعوا شد. دیگه سوار نمی‌شم. بیخود. میگم که چیز شما وقتی اصلا جابجا می‌شدی که من که گفتم یه جاتون عوض کنید. من گفتم آره از اولم ایشون باید با من میومد. آره. انقدر آروم اومدم اصلا این کار دیگه تو کلم نداره. که موتورش داشت اینجا جا دستش. من اینجا قشنگ چسبیدم. بابا من دو تا بند داشتم، دو تا بند داره گرفتم. ولی اینقدر که داره گره میکنه. وو. حالا بیا اینجا. واقعا یه ریچه ببخشید به خدا من اصلا خودش دیوونه. از هیجان زیاده. چند بار بهت گفتم. من بازم عضو بخوام ازاده افسانه کنم میگم که شما اسمتون چیه؟ صحرا. چند سالتونه؟ متولد 72. 72. خیلی یعنی 31. 3 سال از من کوچیک‌تری. آره 3 سال از من کوچیک‌تری. موتور سنگی تار سوار شدی؟ آره. چی سوار شدی؟ نمیدونم اسمش چی بود. اسمش چیه؟ تریل؟ تریل؟ آره. نه اینا که میپرن؟ تریل دیگه نمیدونم والا چه مدلی بود. اوکی. بی ام و که سوار نشدی؟ فکر نکنم نه. فکر نکنه. خب یه تا اینو بندازم دوری گردنه. چه ریاکشن رو بگیریم. عینک تو هم که کلات بزنی. آره عینک هم در بیاد. اوه سفته. یه بعد سر ما باید چیز باشه شیشه‌ش هم بدی پایین که این سیگار رو میگیری؟ مرسی. خب بلند سر بیا بالا. دیگه اینقدر لباست بازه با این کارا چیزی پیدا. آره دقیقاً. خب اینو میخوای بذاری؟ چرا؟ این کیفم هم هست. باشه این کیف یا نه؟ این دو تا رو میتونی بذاری کیف من بذاری؟ این کیف چی؟ باشه؟ نه بذار دو تایشو بذار. کیف پس گوشی من بذار. نمی جا نمیشه. نه یاد پایین بشه. نه. جاش امنه. جاش امنه؟ سینگلی؟ نه. نه؟ خدا بخیر. نه یاد دو روزی شوهرت. شوهرم من اینجا چیکار کنم تنهایی؟ شوهر خوبی دارم. شوهر خوبی داری؟ عالی. خدا وره دیگرش. قربونه. دیگه تو نرو تو رو خدا دیگه تو نرو نه 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 بسه 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 ببین تو نرو تو رو خدا نه من نمیبینم این چی تو رو خدا
بسه. ببین من نمیتونم خودمون بیشتر از این نگه دارم. نه نمیتونم. ببین تو نرو دیگه، تو رو خدا. نه دیگه تو نرو. ببین تو رو خدا تو نرو. نه خیلی بدجوره. باشه خیلی بدجوره. نرو تو نرو، خواهش میکنم دوستم دیگه. بسته نرو دیگه. همینطوری در همین حد برو. در همین حد خوبه دیگه موتور سواری. رسیدیم؟ آره؟ خدا رو شکر. وای چطور بود؟ خوب بود. آره. هیجانش بیشتر کوهنوردی؟ خیلی. کوهنوردی که با پا میری. تش میخواد چی بشه؟ وای بدنم گرفته. تک خوب بود یا نه؟ خوب بود. یواش بره. تو هم یه ذره چیز کردی من. بابا دیگه موتوره دیگه، شاید تا آخر عمرت دیگه برات پیش نیاد دیگه. چه اشکال داره؟ آنتون داده اینا میذاری پشت من؟ چی گوشیمو الان نه. خب خداحافظ تو ویدیو کنیم. فعلا. خداحافظ. مرسی خیلی خوب خواهش میکنم. فعلا بچه‌ها بدرود.